گهدارن دنگی امریکا سلاف سروکی هریما کردستان عراقی مسعود بارزانی دیگر سروکی امریکی و جگریوی و دیگر جمارک کاربدستین دی ل سرای سپی کومبو ل کومبونین وان لپیش درگهین داخستی بون و چه هورکاری ج کومبونان درنکفتن بله ایرو دما سروک بارزانی ل بونه کی ل کنگرسی امریکی داخفت هاتبو رخصتن جالی ناوندا کردی و وی بخوا بحث کومبونین خوا ل سرای سپی کرد هاتنی من بو واشنطن لسر دعوتی حکومت امریکا بوا و دوینی لگل سروک اوباما و لگل جگیری سروک برنس بایدن لگل برپرسانی تری امریکا طب باسی وضعی استای نوچه بگشتی بلان وضع عراق و پیوندی هریم لگل بغداد زور بدور و درنجی باسمان کرد بوچونی خومان زور به راشکاوی پیراگاندن که عراق برای قیرانک دروات تکراوی سری هل داوا دست داگرتن بسر بشی هر زوری مؤسسات دولت او روز به روز زیادتر بی لبروا وضعیت پیوستی به علاج و اما دوامان کردوا که حزب سیاسیکانی عراقی پیک و دانشن چاره سری ام وضعیت کن اگه نهار وکو کاتی خوی لکردستانش وقتی نوروز تم لکوتایی دائما ناچارین بگرین و با رأی ملت خومان و ملت ما چبر یارک بده ما ودک. پشتی وان کومبونان سرای اسپی داخویانی کوشان تداده بیجتن سروک اوباما و جگریوی بایدن دوباره پشتراز دکن کو امریکا پیگرتیه سوزین خواه جبو پیوندی نزیک و دیروکی دگل کردستان و گل کرد دی عراق فدرال دموکراتو ایگرتی ده هر وسط داخویانی دبیجتن سروک اوباما و جگریوی سروک بارزانی هاندان لسر بردوامی دی پروسه سیاسی عراق ده لگورا دستور عراقی طبعا رأي أواني شوابوا كأوان مهتمن بوضع العراق طبعا سروك اوباما خوي چند جار تأكيد کرد گوتی ما تأكيد التزام خومانه کن با کردستان با حریم کردستان و با دست کوتانه که با دست آتون و پیمان خوشه و پشتگیریش دکن که او گیرو گرفتانه که هن چاره سر بکرین و دوی گرانوام همو حوله کردن که براستی چاره سری که بنراتیب و بدوزینه و سقفه که زمانی هبی هر وکو جاران با وعودی به انجام قبول ناتوانین قناعت بکن. سروک بارزانی لهولا کا کنگرسی امریکی دا آخفت جبو جفینه که نافن دا کردی جبو وکولینین کلتوری و هفت چرخ ریک خستو بو تیدا فیلم کی داکیمنتری بناوه دایکین من هات نشاندان. ده گوتنا خدا سروک بارزانی بحثی که شاید دیگل حکومت نافندی عراقی کرد. ابی رون بی بوامولک حکومتی استای بغداد لسر شانی کرد و بخوینی کرد روز بود. اما دوام وکو جاران نیه کرد بغداد با جبلی بو خلقی کیتر. او خلقی دجی کرد بیا بیاولا بغداد درچی. لبروا بله ما مشاکل مانعه هنده کی علاقه بشوی حکمرانیه بالنسبه همو عراق که تکروی دست گرتن بسر همو دام و دزگاکانی دولت دا که اما به هیچ شوی قبول نیه اویتر هنده گرفته بینی حریم و بغدا وکو مسئله ماده 140 که اما وکو کرد او پری مرونتمان نشانده مسئله کرکوک او نوچکانی تر مسئله پیشمرگه مسئله نوتوغازه استا به شرمانه باسی او دکریتن که فدرالی نابی ببی مرجع بو اوی عراق پیک و ببینیا و بی عراق کی فدرالی دموکراتی فرلانی بی و دستور خوشی ماله التزام کردن بم دستور مرجع بو مانوی عراق به یک پارچه مانه یاری با اگر کن یاری به چارنوسی عراق دکن لبروا اما به هیچ شویک رازی نابین دیکتاتوریت بگرد و بو عراق اما وکو کرد وکو باسم کرد هشتا لمجموع 182,000 جنو که بشی هر زوریان جنو من دالن لبیابانکانی جنوبی عراق توانی و مانه تا استاد 3-4 او اسقو پروسکی اوان بدوزینه و اما جاری کتر قبول ناکن او کار ستانه بسر ملتی کرد بینه و دیکتاتوریت لبغداد سر هل داده